واتساپ گاز چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به یک سری آخربازی جدید که از کتاب 50 درس اساسی آخربازی کارسن مولر میخوام براتون بگم. شکل کتابش هم براتون میذارم. یکی از معروف ترین کتابا تو سطح جهان برای آخربازی، چون درساش واقعا خیلی عالیان و خب ما میخوایم اینو شروع کنیم. این چند تا درسشو میذارم، اگه بازدهی خوبی داشت قطعا ادامهش میدم. 6 تا درس اولش درسایی که من توی این کانال ویدیوهاشو ساختم. اولا شروع میکنه از مات وزیر، مات رخ، مات دو رخ، مات دو فیل. اینا میگه که توی این کانال ویدیوهاش هست، اگه بلد نیستی میتونین نگاه کنین. درس 6ش مربوط به آخربازی شاه و پیاده است. قانون مربع رو توضیح میده که منم یه ویدیو راجبش ساختم به همین اسم، آخربازی شاه و پیاده. و ما دقیقاً داریم از درس 7 شروع میکنیم که درس 7 این آخربازی مربوط میشه به خونه های کلیدی و مربوط میشه به آخربازی که یک شاه و یه پیاده داره یه سمت، و یه سمت فقط یه شاه داره. میخوایم اینو ادامه بدیم. خونه‌های کلیدی رو براتون توضیح بدم، یه چند تا مثال میچینم و بعد بازی این ویدیو تمام میشه، میریم سراغ درس بعدی. اولین نکته توی درس خونه‌های کلیدی، همین آخربازی پیاده و شاه، اینه که اگه پیاده توی ستونهای آ و اچ باشه، احتمال وزیر شدنش خیلی کمتره نسبت به پیاده‌هایی که ستون بی تا جی هستن. اونم معلومه به خاطر اینه که وقتی پیاده اینجاست، سمت راستش دیگه خونه نیست که شاه ما بخواد از اون سمت نفوذ کنه، و اگه شاه حریف بتونه خودش رو برسونه به این آخر، مساویه بازی. ولی خب ستونای بی تا جی ستونای خوبی هم برای اینکه ما بتونیم این آخر بازی رو برنده بشیم با سفید. حالا خونه‌های کلیدی چیه؟ خونه‌های کلیدی رو برای اینکه توضیح بدیم، اول باید سفر رو به دو نیم تقسیم کنیم. این سمت که میشه نیمه خودمون و خب سمت بعدی که میشه نیمه حریف. و اگه پیاده‌مون بیاد توی عرض 5، میگیم از خط وسط رد شده. اگه پیاده‌مون از خط وسط رد شده باشه، یعنی توی یکی از این دو عرض باشه، 6 تا خونه کلیدی داره. وقتی توی E5 خونه کلیدی میشن این 6 تا خونه‌ای که جلوش هستن. و خب خونه کلیدی یعنی چی؟ یعنی اگه شاه ما که سفید هستیم توی یک کدوم از این خونه ها باشه، هر کدومشون، دیگه ما برنده ایم. اصلا مهم نیست که شاه حریف کجاست یا حرکت نوبتش با کیه. خب مثلا میخوام نشون بدم، الان میبینیم مساویه، ولی ما شاهمون رو بیایم بذاریم اینجا، میبینیم که سفید برنده است. شاه سیاه اینجا باشه برنده است، اینجا برنده است، اینجا، یعنی هر جا باشه ما چون خونه کلیدی رو گرفتیم برنده بازی هستیم. و خب برای عرض 6 هم صدق میکنه. این 6 تا خونه‌های کلیدی، شاید ما هر کدوم اشغال کنه ما برنده. ولی اگه از خط وسط بیایم عقب‌تر، چی؟ اینجا ما فقط 3 تا خونه کلیدی داریم و آن هم این 3 تای دورتر هستن، یعنی این 3 تایی که قبلا حساب میشد دیگه حساب نمیشه. و خب اگه شاه ما تو هر کدوم از اینا باشه، بازم من این شاه سیاهو هر جا بذارم ما برنده ایم. ولی اگه مثلا توی این خونه باشیم که خونه کلیدی نیست، الان می‌بینیم که شاه حریف میتونه اینجا باشه مساوی باشه، میتونه اینجا باشه ببازه. این اون موقع دیگه یا مساوی میشه یا باخت حریفه. ولی اگه ما تو خونه کلیدی باشیم قطعا حریف میبازه. پس طبق اون آخربازی یا درس قبلی که من توضیح دادم از این آخربازی، ما اول باید شاهمون رو گسترش بدیم، بعد پیاده. و خب سعی میکنیم این خونه‌های کلیدی رو اشغال کنیم، چون تو آخربازی وقتی که ما انرژی زیادی از دست دادیم، وقتمون کمه، راحت باید تو ذهنمون باشه برم خونه کلیدی ها رو بگیرم یک کدومشون رو، بعد دیگه پیاده رو میتونم بدم جلو. تا موقعی که نگرفتم پیاده رو جلو نمیدم، چون اونجوری احتمال بردم میاد پایین. حالا یه سری مثالم میتونم براتون بشینم با که دیگه آخربازی ساده‌ایه. مثلا من الان شاهو میام میذارم اینجا و خونه کلیدی رو هنوز اشغال نکردیم و خب سیاه با بازی درست میتونه این بازی رو مساوی کنه. نوبت حرکت با سفید، ما هر جا بیایم تقابل میگیره. اینو تو ویدیو قبلی توضیح دادم، بر همین سری میرم جلو. هر جا بریم تقابل رو میگیره و اگه بخوایم پیاده رو بدیم جلو، میاد روبروی پیاده. بازم نوبت ماست پیاده رو بدیم جلو، همینجا میمونه. بیایم دوباره تقابل، جلوی پیاده، دوباره تقابل تا بدیم جلو. همین حرکت ها رو تکرار میکنه تا اینکه میرسیم به این موقعیت که مساوی میشه. اگه بخوایم پیاده رو دفاع کنیم مساوی میشه، اگه هم بریم دور پیاده رو میزنه، پات میشه اونجوری. و خب این مثالی بود که ما خونه کلیدی رو اشغال نکردیم، ولی خب برمیگردیم عقب‌تر، یک پوزیشن جدید بزنیم بچینم که ما اینجا خونه کلیدی رو اشغال کردیم دیگه. 3 تا خونه جلوتر میشه خونه کلیدی و این آخر بازی رو قطعا سفید میبره. وقتی روشن میکنم
و بردش هم خیلی ساده است. میتونیم پیاده رو بدیم جلو، ولی خب یعنی پیاده رو بدیم جلو هنوزم برنده مساوی نمیشه، ولی خب میتونیم با شاه شروع کنیم، میاد تقابل میگیره، پیاده رو میدیم جلو، دوباره بخواد بیاد ما تقابل میگیریم، هر جا بره شاهو میدیم جلو و خب حریف میتونه بیاد اینجا کیش بخوره، بیاد اینجا کیش بخوره، بیاد جلو و ما الان دوباره میتونیم پیاده رو بدیم جلو، شاه جلو و آخرش هم وزیر میکنیم تا حرکت بعدی و مات وزیر. و خب اصطلاح خونه‌های کلیدی واقعا مهمن، میتونید تمرینش کنین توی این ارزهای جی تا بی کار میکنه که براتون گفتم. توی ویدیو بعدی میریم سراغ درس بعدی. امیدوارم لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی فعلا.